به پهلو دراز بکشید. پاها صاف و کشیده و در راستای تنه باشند. سر رو روی دست پایینی بذارید و آرنج دست بالایی خم و کف دست جلوی بدن و جهت انگشتان به سمت سر باشه. شروع به بازدم کنید. هر دو پا رو با هم و چسبیده به هم از زمین بلند کنید. با انقباض عضلات جلوی ران، زانوها کاملا صاف و با انقباض عضلات پشت ساق پا، پنجه کاملا کشیده باشه. حالا شروع کنید به دم. پاها رو به سمت زمین برگردونید، اما دقت کنید تا با زمین برخورد نکنه. نکته مهمی که لازمه بهش توجه کنید اینه که ابتدای حرکت بر عضلات دور کننده ران، یعنی عضلات ناحیه لگن تمرکز کنید و در مرحله بعد با فعالسازی عضلات خم کننده جانبی ستون فقرات لگن رو به سمت قفسه سینه ببرید و پاها رو از سطح تنه بالاتر بیارید. با اینکه این تمرین ساده باعث تقویت عضلات دور کننده و نزدیک کننده ران میشه، اما جالبه بدونید که هدف اصلی از این تمرین قوی کردن خم کننده های جانبی ستون فقرات و به بهبود پایداری مرکزی بدن کمک میکنه.